رسول خدا دید که دو آدم در بالای خانه کریشه پوشانده سر خیلی رنگ کریشه های ما و شما که منصر پوشانن و کنویر پوشانن و فلان فلان چهار خط هم خیلی میموندن. مگر رسول خدا گفت ای مردم گفت وقتی نماز نمیری نماز بخونی؟ گفت ای رسول خدا اگه گفت امیره بود کنیم گفت بریم انشالله. و رسول خدا مگردنش جمانده گفت ای ابن آدم ای فرزندی آدم تبنون بینن ولا تسکنون، ساختمان هم میسازی بینا رو میسازی نگی زندگی نمیگیری، ایره میمونی میرای، اون نماز برای تو بهتره. قبر تا که هم زندگی همیشه این زندگی یک روز ترک میشه برای زندگی همیشه برای. گو ابن آدم ای فرزندی آدم تجمعون مالا ولا تاکلون، مال جمع میکنی گو در بانک‌ها میمونی و در سیف‌ها میمونی، اون مال همش نمیخری. گو یک روز گو مرگ سراغت میایم مال هم میمونه همش میمونه. گو خوش به حال کسی که اون مال خیری استون کرد، اون مال